بعضی از داستان‌ها فقط تو سیاهی شب روایت میشن. گوش کن، تاریکی داره حرف میزنه. به دارک ایکس خوش اومدی. پدر بزرگ تنها کسی بود که جرأت می‌کرد شبها به انبار قدیمی انتهای باغ بره. همیشه قبل از رفتن یک چاقوی بزرگ و یک کاسه نمک با خودش می‌برد. ما فکر می‌کردیم برای موش هاست تا وقتی که یه شب صداشو از ته باغ شنیدیم. توی روستای ما یه انبار چوبی قدیمی ته باغ پدر بزرگ بود. درش همیشه قفل بود و پدر بزرگ خیلی حواسش بود که هیچ کس مخصوصاً شبها بهش نزدیک نشه. میگفتن اونجا دیو سپید زندگی میکنه، یه موجود دراز و باریک با پوستی سفید مثل گچ و چشمهای کاملاً سیاه. میگفتن آدمایی که شبها تنها باشند رو میدزده و دیگه هیچ وقت بر نمیگردونه. پدر بزرگ من یه شکارچی پیر و نترس بود. هر شب میرفت انبار و صبح سالم برمیگشت. ولی اون شب همه چی فرق کرد. نیمه شب بود که صدای فریاد ترسناکش از باغ اومد. ما با چراغ قوه دویدیم بیرون. اومدیم دیدیم روی زمین جلوی در باز شده انبار افتاده. صورتش سفید شده بود و با لرز داشت به تاریکی تو انبار نگاه میکرد. با نفس زدن گفت دیگه داره از تاریکی بیرون میاد. بعد یه چیزی دیدیم که تا زندم یادم نمیره. از پشت در یه دست دراز و سفید مرده با انگشت‌های نازک و استخوانی قاب در رو گرفته. پوستش اونقدر سفید بود که تو نور چراغ قوه می درخشید. بعد یه پا و بعد یه پای دیگه. صدایی از تو انبار اومد مثل خشخش یه پارچه کهنه که روی زمین کشیده میشه. پدر بزرگم فریاد زد در رو ببندین زود. ما با تموم قدرت در رو بستیم و قفل کردیم. از پشت در صدای کوبیدن می اومد، انگار یه هیولای بزرگ میخواد در رو خرد کنه. بعد یهو همه چی ساکت شد. ما نفس می زدیم و به در خیره شده بودیم. فقط صدای تپش قلبمون می اومد. و درست وقتی فکر کردیم تموم شده، یه چشم درشت و کاملا سیاه از لای درزهای بین چوب ما رو نگاه کرد. فکر کردیم در اونو نگه داشته، اما اشتباه می کردیم. فرداش پدر بزرگ دیگه نبود و روی در انبار با خاکستر نوشته بود منتظر مهمون بعدی هستم.